سلام و درود. با من همراه باشید با سفری کوتاه در مسیر زبان سوئدی. سلام و خداحافظی یک عادت عادی و روزمره برای همه ما انسان است. خب در زبان سوئدی هم سلام یه کلمه خاصی داره. میتونه به شیوه های مختلفی سلام گفت. هی سلامی است که روزمره است و در این حال هم میتونه رسمی باشه و هم غیر رسمی. دوستان با من تکرار کنید. هی هیسان هم همون سلامه ولی یک کمی دوستانه تر. سلامی دوستانه. tjena سلامی خودمونی، خیلی خودمونی و خیلی دوستانه و غیر رسمی. و بعد هر سلامی همیشه یه خداحافظی هست. هی دو به معنی خداحافظ. هی دو ویسیس میبینمت. هیسان tjena hej då vi ses. اینجا یه دیالوگ بسیار کوتاه در مورد سلام و خداحافظی. Hej, hur mår du? Hej, hur mår du? Hej, سلام. Hur mår احوالت چطوره؟ Hur mår du? Hur mår där hur یک کلمه سوالی است و mår det فعل احوالت و du فاعل این جمله است. شخص اول، شخص دوم. du hur mår du؟ وقتی که شما از طرف دوم میپرسید احوال شما چطوره؟ du jag mår bra. شخص اول میشه jag، من، mår. حالم خوبه. bra. tack. متشکرم. و وقتی که یکی از شما احوالتون رو میپرسه، خب معمولا طرفم باید احوال شخص سوال کننده رو بگه. och du و احوال شما چطوره؟ jag mår bra tack. och du احوال شما چطوره؟ اون شخص هم میتونه بگه jag mår bra tack. jag mår också bra tack. hej då. خداحافظ. vi ses imorgon. هم دیگر رو میبینیم. وی وقتی که از یه شخص بیشتره. من و تو وی ses دیدن، هم دیگر رو دیدن. imorgon فردا. اینجا یه سری کلمات داریم که بهش میگن hälsningsfraser. کلمات سلام کردنه. hejsan, hallå, tjena eller tja خیلی کوتاه. god morgon, god dag, god kväll. god morgon, god dag برای روز بخیر گفتن و صبح بخیر گفتنه و god kväll برای عصر بخیر گفتنه. کلمات خداحافظی که میشه avskedsfraser. hej då, vi ses, ha det bra, trevlig helg, trevlig kväll. hej då, خداحافظ. vi ses همدیگر رو میبینیم. ha det bra خوش بگذره. trevlig helg 5 روز کاری از روز دوشنبه تا جمعه است تو کشور سوئد. روز جمعه بعد پایان روز کاری مردم میخوان تعطیلات آخر هفتهشون رو بگذرونن که میشه روز شنبه، یک شنبه. به هم دیگه این کلمه رو میگن.
اول میگن hej då, trevlig helg, trevlig, trevlig helg. trevlig به معنی به خیر بودن، شاد بودن، تعطیلات آخر هفته خوبی داشتن. trevlig kväll به معنی همون عصر بخیره. خب دوستان عزیز، تا اینجای برنامه با من همراه بودید. متشکرم. ازتون میخوام در قسمت نظرات و کامنت بنویسید شما از کدوم یک از این کلمات، کدوم یک از سلام و خداحافظی ها استفاده میکنید در روز. متشکر میشم. تا دیدار بعدی.